تا قبل این ویدیو فکر می‌کردیم که پارک‌های آبی جاهای تفریحی و سرگرمیه، ولی تو این ویدیو می‌خوایم 10 تا از خطرناک‌ترین و کشنده‌ترین پارک‌های آبی رو بهتون معرفی کنیم. پارک آبی شماره 10 آکوالوپ. این سرسره خطرناک در کشور چین قرار داره. یک سرسره عمودی شکل و یک شیب ترسناک و وقتی کسی درون این سرسره باشه در عرض چند ثانیه به پایین میرسه. اما مسئله اینه که حلقه‌های آبی یک مشکل طراحی دارن، به این دلیل که انقدر سریع هستن که مردم در نیمه راه گیر میکنن. در سال 2016 یه حادثه خاص رخ داد که یه دختر نوجوان به دلیل صدمه به ستون فقرات راهی بیمارستان شد. پارک آبی شماره 9 اینسانو. این سرسره وحشتناک در سال 1989 در برزیل ساخته شد. در اون زمان به بلندی یک ساختمان 14 طبقه بود. سرعت افرادی که سوار اون شدن به 65 کیلومتر در ساعت میرسید و تنها 5 ثانیه طول میکشید که کل سرسره رو طی کنن. و همچنین کتاب رکورد جهانی گینس اینسانو رو به عنوان بلندترین و ترسناکترین سرسره آبی جهان انتخاب کرد و تا به امروز خوشبختانه هیچ حادثه‌ای رخ نداده. پارک آبی شماره 8 فیزر. این سرسره ترسناک در آلمان ساخته شده. اکثر سرسره آبی موجود در خارج برای هر بزرگسال کمابیش امن هستند، اما در مورد فیزر مقامات اون منطقه رو ممنوعه برای هر بزرگسالی قرار دادن. فیزر یکی از 20 طرح اصلی سرسره آبی در پارک آبی معروف گلکسی اردینگ آلمانه. سرعت این سرسره به قدری زیاده که با ماشین مقایسه میشه. در مقطعی 6 زن در این سرسره آسیب در ناحیه اندام‌های تناسلی خود گزارش دادن، زیرا مقامات پارک موافقت کردند که زنان از سوارکاری فیزر ممنوع کنند. پارک آبی شماره 7 بلک هول. این سرسره مخوف در سال 1996 در کشور آلمان ساخته شد. سرعت این سرسره به 40 کیلومتر بر ساعت میرسید. در سال 2015 یک فرد وارد این سرسره میشه و این شخص داخل سرسره گیر میکنه. فرد دیگر بدون اطلاع وارد سرسره میشه و شخص گیر افتاده از ناحیه نخاع آسیب میبینه و از پارک شکایت میکنه و در سال 2016 به مبلغ $1 میلیون جریمه نقدی و برای همیشه این پارک بسته میشه. پارک آبی شماره 6 The Leap of Faith. این سرسره آبی در داخل جزیره بهشتی آتلانتیس در باهاما قرار داره که از نظر ارتفاع تا 9 طبقه میرسه، اما از نظر طراحی برای افراد جسور و شجاع ساخته شده، زیرا در انتهای سرسره یه مخزن آبی بزرگه که پر از کوسه‌های بسیار بزرگ صخره کارائیب و کله چکشی‌ها وجود داره. پارک آبی شماره 5 The Steamer Water Slide. این سرسره آبی یکی از وحشتناکترین جاذبه‌های پارک آبی کالیپسو در اتاوا که شکل این سرسره آبی شبیه کاسه توالته. مالکان این سرسره سعی می‌کنن که کارگران شایسته رو استخدام کنن تا سرسره رو به راحتی مدیریت کنن، در حالی که این سرسره دارای 11 تست ایمنی مختلفه. در سال 2011 گزارش‌های متعددی از چرخش قایق‌ها در داخل سرسره گزارش شده که متأسفانه 2 تا از مشتریان این سرسره هنگام سوار شدن مهره‌ها و استخوان‌های ترقوه خود را شکستند. پارک آبی شماره 4 The Wrecked. این سرسره ارتفاع معادل یک ساختمان 16 طبقه رو داره. زمانی بلندترین سرسره آبی جهان بود که در سال 2014 ساختش $3,600,000 هزینه داشت و این باعث میشه که اونو به یکی از گرونترین سرسره آبی در جهان تبدیل کنه. این سرسره در سال 2016 تعطیل شد که یک حادثه وحشتناک رخ داد که شامل یک پسر 10 ساله و 2 زن دیگر بود که پسر 10 ساله فوت میکنه و پس از شکایت خانواده پسر این پارک آبی رو به مبلغ $20 میلیون جریمه و در سال 2016 این پارک رو تخریب کردن. پارک آبی شماره 3 The Yas Water World. یکی از بزرگترین پارک‌های آبی جهان در ابوظبیه که به گفته صاحبان این پارک سرعت این سرسره‌ها رو با فراری مقایسه می‌کنن که به اندازه 25 زمین فوتبال و 45 سرسره رو در خودش جا داده. دارای بزرگترین امواج ساخته شده توسط انسان در کره زمینه. پارک آبی شماره 2 The Cedar Point Water Park. این سرسره یکی از گرونترین سواری آبی و معروفترین سرسره‌های آبیه. در سال 2010 افتتاح شد و 3 سال پس از افتتاح این سرسره یک تصادف وحشتناک در سال 2013 اتفاق افتاد. در اون روز یک قایق پر از گاز و 7 سرنشین به سمت پایین سرسره افتادن و پس از برخورد به لبه‌های بتونی دیوار به یک قایق دیگر برخورد می‌کنند و این قایق برای دقایق زیر آب گیر می‌کنه و خوشبختانه این افراد درون قایق جان سالم به در بردن. بعد از این حادثه پارک بسته شد و اما بعد از 1 سال باز شد. پارک آبی شماره 1 گریف پول. میرسیم به اولین سرسره ترسناک این لیست. استخر قبر نام مستعار پارک اکشن نیوجرسی بود که در سال 1978 به روی عموم باز شد. بخشی از این پارک به نام تاب تارزان جون خیلی از آدم‌ها رو گرفت. اولین بار مردی به داخل آب سرد پرید و غرق شده. نفر بعدی که سوار قایق‌های بادی بوده بر روی سیم برق میره و میمیره. چند وقت بعد 3 نوجوان در حوض قبری که 1000 نفر در اون شنا می‌کردن غرق شدن و در عرض 12 ماه این اتفاقات افتاد. این پارک 14 شکستگی و 26 ضربه به سر رو ثبت
کرده. طبق گزارشات استخر قبل طی یک روز 30 امداد نیاز داشته. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانال ما رو ساب کنید و توی کامنت ها بنویسید که کدوم از این پارک‌های آبی وحشتناک و ترسناک بود. تا ویدیو بعدی، بدرود.